کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 6 ایون سال 2024 باز دو نفر از هنگام آب‌بازی غرق شدند. بنا به اطلاع این نهاد روز 6 ایون سال 2024 ساعت 14:10 دو نفر از 16 ساله از جماعت به نام حیدر عثمانوف نویه باباجان غفوروف ولایت سوخت هنگام آب‌بازی در یک مکان برای آب‌بازی ممنوع در دریای سیر غرق شدند. در نتیجه راه اندازی عملیات جستجو جسدهای هر دو نفر را بعد یک ساعت 15:10 پیدا کرده از آب بیرون آوردند و به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده می نویسد تحلیل حادثه های ناخوش غرق شوی نشان می‌دهد که یک سبب عمده هلاکت آدمان در آب این آب‌بازی کردن آنها در مکان‌های برای آب‌بازی نامناسب و حتی ممنوع، همچنین ندانستن قاعده‌های آب‌بازی کودکان را به نظارت ماندن والدان است که این همه خنک نظری با بهای حیات انسان‌ها تمام می‌شود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با اظهار همدردی به نزدیکان نورسان غرق شده بار دیگر از شهروندان و مهمانان کشور خواسته است که در لب آب و درون آب خیلی هوشیار باشند، نسبت به بی‌خطری خود فارغ بالی نشان ندهند و قاعده‌های بی‌خطری را در آب رعایت کنند. بنا به آمار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده طی سال 2023 در آب‌های تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نورس تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس تا سن 16 غرق شده بود. بر اساس آخرین آمار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده امسال تا سحنه 3 ایون سال 2024 در تاجیکستان اندکی 52 نفر از جمله 21 نابالغ جان خود را از دست دادند.